با من بسیار سخت رسید وقتی که یک گروه آواشان از سزا گرفتند. با من خیلی سخت بود و طاقت ناپذیر بود وقتی که در رشت این واقعه ها شد. در بلجوان میدونید مملکت تنج آرام، مردم آزادانه در کوچه ها میگردند، میخوانند، تئاتر میآیند، کینوها رفته ایستادند، خرسندی میکنند. یک در همین لحظه ها همین خیلی واقعه های ناخوش روی میدهد، طبع آدم را خیره میکند. لحظه بود که من مادرم رو خیلی پدر مادرم رو گفتم به اون کسی که من رو به دانشگاه داخل کنید. این سال من کورس اول میخوانم برای اول. سال 2010 خیلی خرسندی آور است برای من. در سال 2010 یگان روزی بد را ندیدم و میخوام در سال 2011 هم هیچ یگان شکستی روبرو نشوم. ایدی قربان خرسندی من بود. اینا ماه شریف رمضان اینا منی دونده سالوی ناونده خرسندی داریم. شکام که سر است خرسندی گشته که بودی خرسندی نیست. من یکم بار کپنگاگن دنیا رفتم 2010 سال. این برای من سالی فراموش نمیشدنی بود. سال 2010 برای اهل اوین ما اهم بدترین سال بود. برای اون که برای من منیجر استودنت کورس 2 کشته شد و اون را به دایره پرتافتم. میتوانم گویم که سال 2010 برای من سال بسیار خوب بود. از این لحاظ که از اول سال 2010 ما واقعه‌های مهم سیاسی تاجیکستان را کشورمان را به خوبی یعنی که پشت سر گذراندیم و من در این سال توانستم که با دستگیری مردم، با دستگیری انتخاب کنندگان همچون وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه قبول شوم. لحظه بهترین به من این بود که من اولین بار چمپیونات آسیا در اشتراک کردم و سزاوار جای یکم شدم و بهترین بکسیورچی آسیا شدم. این با هر یک ورزشکار میسر نمیگردد. برای این مسابقه خیلی کلان است و در این مسابقه خیلی قین است اشتراک کردن. برای همین این فراموش نشونده من است و دومین این است که آرزوی پدرم رو عملی گردوندم. آرزویی که پدر من میخواست که من چمپیون شوم، آبروی وطن رو بردارم، آبروی خودم رو بردارم، این آرزوی پدر من بود دست اولا. در حیات عالی‌لوی هم پسرم را خانه‌دار کردم. پسری خوردی هم با لیسه شهری واشنگتن ایالات متحده آمریکا داخل شدن، خوب تحصیل میکنن. این و بسیار لحظه‌های خوبی عالی‌لوی هستند که من را خوشحال میکنند و همچنین خوشبختانه کشوری ما که حالا در فضای بحران مالیاتی قرار دارد، فعالیت کاری ما نوابسته از این مشکلی ها خیلی خوب بود. سال 2010 برای ما سالی فراموش نشدنی است. برای که در این سال دخترچه من بیمار بود. من امید نداشتم که صحت شود. من او رو این سال در قطار فرزندانم به باغچه برده ایستادم. خوشبختی خود را در همین میبینم و به همه مردم شریف تاجیکستان خوشبختی ها، سربلندی ها، پیروزی و کامیابی ها را آرزومندم.